خب دوستان عزیز، شروع می‌کنیم طرز بافت دانه‌های قلاب بافی رو برای دوستانی که مبتدی هستن و میخوان از پایه قلاب بافی رو یاد بگیرن. من با یک کانوای نسبتاً ضخیم بافت رو انجام میدم که گره ها برای شما مشخص باشه. دوستان عزیز، اولین و پایه‌ای ترین گره‌ای که توی قلاب بافی هستش اسمش از زنجیره. خواهشاً یه قلم و کاغذ پیشتون باشه و این علامت هایی که من روی این برگه براتون میکشم رو برای خودتون بکشید و یادداشت برداری کنید، اسمش رو بنویسید. اینها باید تو ذهنتون باشه، این علائم رو باید یاد بگیرید تا موقع نقشه خوانی خیلی با این علائم کار داریم. یعنی موقع نقشه خوانی شما باید اینها رو کامل بلد باشید که بتونید داخل نقشه ها این علائم رو تشخیص بدید. این علامتی که اینجا میبینید به صورت نگاه کنید یه صفر انگلیسی افقی هستش، یه بیضی. این علامت دانه زنجیره ای هستش. یعنی هر جا این علامت رو دیدید داخل نقشه یعنی باید زنجیره بزنید. خب حالا شروع میکنیم بافتن دانه زنجیره رو. نخ رو دور انگشت اشارمون رو دست چپ میپیچیم، با 2 انگشت وسط و شست ادامه نخ رو میگیریم به این صورت. قلاب دست راست. نگاه کنید، قلاب رو من میذارم روی نخ به این صورت که دستم رو گذاشتم. خب یه دور پیچش میدم به همین راحتی. خب نگاه کنید، وقتی که پیچش شدم به این صورته، با دستم هر 2 نخ رو میگیرم که تحت کنترلم باشه. یا اصلا خیلی راحت نگاه کنید، نخ یه پیچ میدیم، قلاب رو میذاریم داخلش. محکم این قسمت رو گرفتم. نخ رو از این قسمت با قلاب میگیرم. نگاه کنید، قلاب روی نخه، نخ رو میگیرم، آروم میکشم، از داخل این حلقه در میارم. یه بار دیگه نگاه کنید، این حلقه، قلاب داخلش، نخ رو میگیرم و از داخل این حلقه در میارم. اینو وقتی بکشم یه گره ایجاد کردم. درسته؟ این گره ما. حالا میخوام دونه زنجیره رو بزنم. همیشه این انتهای کارمون رو محکم با این 2 انگشت میگیریم که کار تحت تسلط خودمون باشه. دوباره قلاب از روی نخ، زیر نخ نه، نگاه کنید روی نخ، این نخ رو میندازیم دور قلاب، میکشیم، از داخلش در میاریم. نگاه کنید یه بیضی شکل درست شده. این میشه اولین زنجیره ما. این قسمت اولین زنجیره ما. زنجیره دوم رو میخوام بزنم. مجدد قلاب روی نخ، نگاه کنید به این صورت نخ میاد رو، میکشیم، از داخل زنجیره در میاریم. هر دفعه که میبافیم دستمون رو میبریم جلوتر که بتونیم کار رو کنترل کنیم. دوباره به این صورت. میبینید بعدی این قسمت. اغلب کارای قلاب بافی شروعش با زنجیره هستش، یعنی زنجیره بافت پایه ما هستش. به این صورت میشه بافت زنجیره که مثلا به تعداد میگیم 1 2 3 4 5 و الی آخر هر تعدادی به ما گفته باشن ما به این صورت زنجیره هامون رو میبافیم. این اولین گره قلاب بافی.